اظهارات نخست وزیر ژاپن موجی از خشم را در چین ایجاد کرد. چین توریست‌های خودش را به ژاپن کمتر میفرسته، برخی پروازهای هواپیمایی از ژاپن به چین را کنسل کرده، واردات مواد غذایی از ژاپن محدود شده و دیروز هم اعلام شد که چین کشتی‌های نظامی به جزایر مورد اختلاف خودش با ژاپن در دریای شرقی چین یعنی جزایر سنکاکو اعزام کرده که بسیار حائز اهمیته. در این برنامه سعی خواهیم کرد که به ریشه های تنش میان ژاپن و آسیا به عنوان دو غول بزرگ اقتصادی جهان بپردازیم و ببینیم که این موضوع چه پیامدهایی میتونه بر سیاست بین الملل داشته باشه. روابط چین و ژاپن هفته گذشته تحت تاثیر اظهارات خانم سانای تاکایچی نخست وزیر جدید ژاپن قرار گرفت. خانم تاکایچی گفت که اگر چین به تایوان حمله بکنه به معنای این هست که امنیت و بقای ژاپن در خطر میفته. این اظهارات از اون رو اهمیت داره که ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم هیچگاه موضع صریح و شفافی در مورد موضوع تایوان نگرفته بود و مثل آمریکا از یک سیاست ابهام در این مورد تبعیت میکرد. لذا اظهارات نخست وزیر ژاپن موجی از خشم را در چین هم در حزب کمونیست و هم در بین مردم و کاربران فضای مجازی ایجاد کرد و باعث شد که چین خواستار معذرت‌خواهی ژاپن بشه. اتفاقاتی که در همین فاصله 2 هفته اخیر افتاده یکیش این هست که چین در واقع توریست‌های خودش را به ژاپن کمتر میفرسته، برخی پروازهای هواپیمایی از ژاپن به چین را کنسل کرده، واردات مواد غذایی از ژاپن محدود شده و دیروز هم اعلام شد که چین کشتی‌های نظامی به جزایر مورد اختلاف خودش با ژاپن در دریای شرقی چین یعنی جزایر سنکاکو اعزام کرده که بسیار حائز اهمیته. در این برنامه سعی خواهیم کرد که به ریشه های تنش میان ژاپن و آسیا به عنوان دو غول بزرگ اقتصادی جهان بپردازیم و ببینیم که در واقع این موضوع چه پیامدهایی میتونه بر سیاست بین الملل داشته باشه. نکته اولی که باید بهش اشاره بکنیم این هست که ژاپن هم به موازات متحدان غربی خودش در واقع تلاش داره که سرمایه گذاری خودش را در چین کاهش بده. این رفتار در آمریکا یا این رویکرد در آمریکا به عنوان نیرشورینگ یا انتقال تولید از چین به کشورهای همسایه آمریکا مثل مکزیک یا فرندلی شورینگ یا انتقال تولید به کشورهای همسایه شناخته میشه، اما در ژاپن عنوانی که براش انتخاب کردن چین به اضافه 1 است. یعنی برخی از شرکت‌های بزرگ ژاپنی تلاش میکنن که تولیدات خودشون رو در واقع منتقل کنن به کشورهای جنوب شرق آسیا و مشخصا کشورهای مثل مالزی و اندونزی و ویتنام. بنابراین خود توکیو هم به موازات واشنگتن و بروکسل سعی میکنه که وابستگی خودش رو به اقتصاد چین به مرور کاهش بده، هرچند این کار بسیار سختیه، چرا که اقتصاد ژاپن به شدت وابسته به اقتصاد چین هم هست، هم از نظر واردات و هم از نظر صادرات. یعنی میشه گفت که چین هم کارخونه ژاپن هست و هم در واقع بازار بزرگی هست برای ژاپن و حتی خب ما تو ایران میبینیم این خودروهای جدیدی که تحت عنوان برندهای ژاپنی در چین تولید میشه حتی در ایران هم هست. یعنی اینا خودروهای مثل تویوتا و بقیه هم در خود ژاپن تولید میشه و هم در چین و چون قیمت مدلش چینیش ارزون تره بنابراین در کشورهای جنوب جهانی مشتریهای زیادی داره. دلیل دوم این وضعیتی که الان میبینیم چیزی است که تحلیلگرا بهش میگن خیزش مجدد ناسیونالیسم ژاپنی و ناسیونالیسم چین. یعنی هم در چین شاهد ظهور نوعی ناسیونالیسم هستیم که البته با کنفوسیوسیسم ترکیب شده، ترکیب پیچیده‌ای را ایجاد کرده. پیچیده به این لحاظ که خب حزب کمونیست مرام مارکسیستی داره، مارکسیسم مائوستی داره و اساساً باید با ناسیونالیسم مخالف باشه، ولی در چین شاهد این هستیم که حزب کمونیست هم به نوعی طرفدار ناسیونالیسم چینی هست و هم به نوعی طرفدار اقتصاد بازار هست و به همین دلیل میگم این ترکیب در واقع ناسیونالیسم کنفوسیوسیسم و اقتصاد بازار
در چین یک ترکیب پیچیده‌ای است. خب آقای شی جی پینگ که از 2012 قدرت رو در چین به دست گرفته، سعی میکنه که خودش رو در واقع به نوعی قهرمان ملی ناسیونالیسم چینی معرفی بکنه و بارها هم اعلام کرده که چین دیگه اون قرن تحقیر چین توسط غرب را اجازه نخواهد داد که تکرار بشه. همزمان شاهد این هستیم که در ژاپن هم یک جریان ملیگرایی خزنده‌ای داره رشد میکنه که این حزب سنسیتو که در ژاپن در همین انتخابات مجلس علیا تونست به طرز عجیبی موفق بشه، گرایش‌های ملیگرانه حتی تندی هم داشت و حتی میگفت که در واقع حزب ترامپیست ژاپن هست. حزب لیبرال دموکرات ژاپن که خب احتمالاً بدونید که در واقع حزب مسلط در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم بوده، جز مقاطع خیلی محدودی که قدرت را از دست داده، گرایش‌های لیبرال دموکراتیک داره و خیلی با ناسیونالیسم میونه خوبی نداره. اما به دلیل اینکه در دو انتخابات اخیر حزب LDP پیروز نشد و دو تا نخست وزیر هم فومو کیشیدا و هم شیگرو ایشیبا مجبور به کناره‌گیری شدن، در نتیجه خانم تاکایچی که اومده سر کار، علاوه بر اینکه خودش گرایش راست در واقع تند و راست ناسیونالیست داره، سعی میکنه که اون رای دهندگان ملیگرا را در ژاپن هم به سمت خودش جذب کنه، به سمت حزب لیبرال دموکرات جذب کنه و در انتخابات آینده بتونه بخشی از سبد رای ناسیونالیست های ژاپنی را هم از آن خودش بکنه. بنابراین همزمان این دو جریان ملیگرایی که در چین و ژاپن شکل گرفته، این بحران رو تشدید کرده، این تنش رو تشدید کرده، طوری که برای هر دو رهبر عقب نشینی و معذرت خواهی کار دشواری شده. البته منصفانش این هست که بگیم ژاپن این تنش رو شروع کرد و قاعدتا کشوری که بخواد معذرت خواهی بکنه احتمالاً باید ژاپن باشه. حتی ترامپ هم وارد موضوع شد و از ژاپنی‌ها خواست که موضوع رو تنش رو کاهش بدن، ولی فعلا دو طرف به این تنش ادامه میدن. خب دلیل سومی که تو این تحلیل مهمه، نگرانی ژاپن هست از کاهش تعهدات آمریکا در آسیا. در این مورد ژاپن تنها نیست، هم کره جنوبی و هم استرالیا نگران کاهش تعهدات ترامپ نسبت به امنیت آسیا و مهار چین هستند. البته میدونیم که فقط این کشورهای آسیایی نیستن، کشورهای اروپایی هم در موضوع صلح اوکراین حتما خبر دارید که به شدت نگران تکروی ترامپ هستن و حتی این طرح صلح پیشنهادی 28 ماده اوکراین با خشم اروپایی ها مواجه شد. اما در هر صورت میتونیم اینجوری بگیم که کاهش تعهدات امنیتی حداقل دولت ترامپ در آسیا ژاپن را نگران کرده. ژاپن از این نگرانه که اگر آمریکا این سیاست مهار چین رو با جدیت دنبال نکنه، ممکنه که تایوان از دست بره، ممکنه که چین به جایگاهی برسه که هژمون در واقع آسیا پاسیفیک بشه و این چیزی است که مورد پسند و مورد قبول توکیو نیست. اما نکته چهارمی که خیلی شاید بگیم حائز اهمیت و تحلیلگران معتقدن که داره اون نظام امنیتی منطقه‌ای در آسیا پاسیفیک و شرق آسیا را تغییر میده، عبور ژاپن از این سیاست ابهام در مقابل تایوان هست. بنابراین این اظهاراتی که خانم تاکایچی داشته حتما حساب شده بوده، حتما بر اساس یک در واقع اجماعی در داخل حزب لیبرال دموکرات بوده، چون موضعی است که باعث خشم چین شده، واکنش تند چین را به همراه داشته. ولی به نظر میرسه که چین تصمیم گرفته، ژاپن تصمیم گرفته که در واقع سیاست ابراهام رو کنار بذاره. سال بعد سند استراتژی دفاعی ژاپن منتشر خواهد شد و برخی ها معتقدند که برای اولین بار ژاپن ممکنه چین را به عنوان تهدید اصلی برای خودش تعریف بکنه. این یعنی اینکه در نظام امنیت منطقه‌ای در آسیا و مخصوصا در شرق آسیا ما شاهد تقابل روزافزون چین و ژاپن خواهیم بود. ژاپن به شدت نگران سلطه چین بر دریای جنوبی چین هست که میتونه راه را هموار بکنه بر سلطه چین در دریای شرقی چین و در این صورت تجارت جهانی به نوعی میشه گفت که تحت تاثیر اراده و خواست چین قرار خواهد گرفت. تقریبا حدود 80% تجارت دریایی جهان در این منطقه، یعنی از تنگه مالاکا تا تنگه تایوان هست و تا خود ژاپن، و
فراموش نکنیم که ژاپن به شدت متکی به واردات هست، یعنی حدود 90% نفت ژاپن از خارج وارد میشه. بقیه مواد غذایی ژاپنی و سایر مواد معدنی که ژاپن لازم داره از دریا وارد میشه. بنابراین اگه قرار باشه چین هژمون این منطقه بشه و از ورود و خروج کشتی ها پول بگیره یا در برابر رفت آمد آزادانه آنها مانع تراشی بکنه، هزینه بسیار سنگینی بر ژاپن تحمیل خواهد شد. اصطلاحاً به تعبیر خود ژاپنی ها میگن که ژاپن ملتی است که بقای اون وابسته به تجارت دریایی است و عمده راه‌های تجارت دریایی ژاپن از مسیر چین، یعنی دریای جنوبی چین و دریای شرقی میگذره و لذا این مسئله میخوام بگم که چرا برای ژاپن اهمیت بسیار حیاتی داره و ژاپن در این مقطع حساس تصمیم گرفته که سیاست ابهام در مقابل موضوع تایوان را کنار بذاره و صراحتاً اعلام بکنه در صورت حمله چین به تایوان، ژاپن از تایوان حمایت خواهد کرد و این اتفاق را در واقع تهدیدی برای امنیت خودش میدونه. مسئله دیگری که داره شکل میگیره ولی با احتیاط باید باش مواجه بشیم، امکان شکل‌گیری یک در واقع بازدارندگی جمعی در برابر چین هست. هرچند چین همواره بر اساس سیاست خیزش آرام سعی کرده که همسایگان خودش را نترسونه و گفته که قدرتیابی چین به ضرر کسی نیست، اما بعد از قدرتگیری آقای شی جی پینگ و سیاست تهاجمی که چین در برابر تایوان و در برابر کشورهای جنوب شرق آسیا داشته، این نگرانی بیشتر شده که ما این نگرانی را در تشکیل گروه کواد یا چهارگانه بین آمریکا و استرالیا و ژاپن و هند از یک طرف، پیمان آکوس میان استرالیا، بریتانیا و آمریکا از طرف دیگه میبینیم، به اضافه این که ژاپن و در واقع کره جنوبی و آمریکا هم نوعی همکاری سه‌جانبه دارن برای مقابله با چین. پس یه تزی که الان مطرح شده، ایده‌ای که مطرح شده این هست که ژاپن تلاش میکنه رهبری این بازدارندگی جمعی رو بر عهده بگیره، شاید به این دلیل که آمریکا در واقع تمایل چندانی نداره. ژاپن نه تنها استراتژی امنیتی خودش را تغییر داده، در حال ساخت موشک‌های کروز پیشرفته، هواپیماهای پیشرفته با ایتالیا و بریتانیا هست، در کنار اونها داره به کشورهای ساحلی دریای جنوبی چین مثل ویتنام، مالزی و حتی فیلیپین کمک نظامی میکنه برای اینکه بتونه اینا فعالیت‌های دریایی چین رو تحت کنترل داشته باشن و اطلاع رسانی بکنن. کما اینکه مثلا در جای مثل فیلیپین یک کمپینی راه افتاده به نام افشای تجاوزگری‌های چین در دریای جنوبی، یعنی کشتی‌های چینی میان به کشتی‌های ماهیگیری فیلیپین و کشتی‌های دیگه تعرض میکنن، مانع ماهیگیری اونها میشن و برای اونها مانع تراشی میکنن. خب دلیل دیگری که باز از سمت چین حائز اهمیته، اون چیزیه که بهش میگن سیاست حافظه. به نظرم آقای شی جی پینگ خیلی سریع داره تلاش میکنه نشون بده که دنیا با یک چین جدید مواجهه و چین دیگه تحقیر نخواهد شد. اون چین دوران جنگ‌های تریاک و دوران استعمار تکرار نخواهد شد، دیگه تجاوز ژاپن به چین تکرار نخواهد شد و همه اینها را ما در همین امسال در اجلاس بریکس در تیانجین چین دیدیم. مانور نظامی که چین برای اولین بار در این سطح گسترده برگزار کرد و از رهبران کشورهای مختلف دعوت کرد، نشون داد که آقای شی جی پینگ دنبال این هست که سیاست حافظه یا در واقع تصویر از جایگاه چین رو در منطقه تغییر بده و بگه که چین دیگه اون کشوری نیست که مثلا ژاپن بخواد بهش زور بگه یا مثلا آمریکا بخواد بهش زور بگه. نکته بعدی که با وجود همه اینهایی که اشاره کردیم باید توجه داشته باشیم که در واقع چین اصلی ترین شریک تجاری ژاپن هست و حتی
جلوتر از آمریکا هست که خب متحد استراتژیک و قدیمی ژاپن هست. حجم تجارت دو کشور همونطوری که میبینید در سال 2024 حدود 300 میلیارد دلار بوده که خب رقم بزرگی هست و نشون میده که در واقع این دو کشور اقتصادشون به شدت به هم وابسته است. ژاپن وسایل الکترونیکی تراشه‌های بسیار پیشرفته به چین صادر میکنه و در ازای اونها در واقع مواد معدنی مهم میگیره و وارد میکنه از چین که برای تولیدات پیشرفتش خیلی حائز اهمیته. و همونطوری هم که اشاره کردم اخیراً شرکت‌های خودروسازی ژاپن هم که اعتبار جهانی دارن بخشی از تولیدات خودشون رو در چین انجام میدن و خب این نشون میده که اقتصاد دو کشور به شدت به هم وابسته است. البته اینم اشاره بکنیم که در سالهای اخیر وابستگی اقتصاد ژاپن به چین به مراتب بیشتر از وابستگی اقتصاد چین به ژاپن هست. چین در سال 2011 رتبه دوم اقتصاد جهان را از ژاپن گرفت و از ژاپن پیشی گرفت و در حال در الان بعد از آمریکا دومین اقتصاد بزرگ جهان را داره. همونطوری که اشاره کردیم چین برای ژاپن هم یک کارخونه است، به این معنا که ژاپنی ها چیزهایی را که نمیتونن در ژاپن تولید بکنن به دلیل سالمند شدن جمعیت، به دلیل پیامدهای زیست محیطی، همونا رو میبرن در چین تولید میکنن. اما افزون بر این بازار 1 میلیارد و 400 میلیون نفری چین هم بزرگترین بازار برای ژاپن، اون هم در نزدیکی ژاپن هست، فاصلش به مراتب کمتر از فاصله میان ژاپن و آمریکاست. بنابراین مزیت‌های جغرافیایی قابل توجهی نسبت به آمریکا داره. پس همونطوری هم که در شماره 8 نوشتیم فراموش نکنیم که این وابستگی متقابل اقتصادی فزاینده بین چین و ژاپن به این دلیل هست که هم شرکت‌های چینی به ژاپن احتیاج دارن و هم شرکت‌های ژاپنی به چین احتیاج دارن. خب نکته بعدی که حائز اهمیته اختلافی است که چین با ژاپن در دریای شرقی چین بر سر جزایر سنکاکو داره. خب این جزایر در کنترل دریایی خیلی حائز اهمیت هستند و اگر کشوری حاکمیت خودش را بر اونها تثبیت بکنه به این معناست که اون منطقه ویژه اقتصادی، اون محدوده سرزمینی گسترش پیدا میکنه و میتونه در واقع از اون استفاده بکنه. چین در دریای جنوبی و دریای شرقی با 9 کشور پیرامون خودش اختلافات سرزمینی داره، با ویتنام، عرض کنم با مالزی، با برونئی، با اندونزی و بخشش هم ژاپن هست و سعی میکنه که در واقع اینجوری بگیم که سعی میکنه که سلطه خودش را بر هر دو تا دریا، یعنی دریای جنوبی و دریای شرقی تثبیت بکنه. خب به خاطر اینکه الان ژاپن نگران تایوان هست به این دلیله که اگر چین بتونه دریای جنوبی رو کاملا در اختیار خودش بگیره به این معناست که از تنگه مالاکا تا در واقع تنگه تایوان در اختیار چین خواهد بود. گام بعدیش که خیلی راحت‌تر خواهد بود این میشه که چین بیاد و در دریای شرقی چین هم سلطه خودش رو تثبیت بکنه. لذا این مسئله برای چین و ژاپن بسیار حائز اهمیت. در پی این تنش‌هایی که اشاره کردیم چینی‌ها ظاهراً چند روز قبل کشتی‌های جنگی خودشون رو به سمت جزایر مورد اختلاف با ژاپن یعنی جزایر سنکاکو فرستادن. و نکته بعدی که اشاره کردیم دوباره تکرار میکنیم چون ارزش تکرار کردن داره، اهمیت این راههای دریایی و تجارت دریایی با ژاپن هست. همونطوری که گفتیم بقا و توسعه و پیشرفت ژاپن در واقع به این تداوم تجارت دریایی از دریای جنوبی و شرقی چین بستگی داره. به خاطر همین بود که آقای شینزو آبه که خب میدونید ترور شد توسط یکی از افسران نیروی دریایی ژاپن که میگفت این شینزو آبه جزو کلیسای نمیدونم انجیلی هست و پولای مادر منو گرفتن ازش و غیره. آقای شینزو آبه که طولانی ترین دوران نخست وزیری در ژاپن داشت یک طرح بسیار مهمی داشت به نام در واقع Open and Free Indo-Pacific، یعنی تجارت آزاد و رایگان در هند و پاسیفیک که شامل چند تا عنصر بود. یکی این که تجارت دریایی آزاد باشه، چین نتونه مانع تجارت دریایی بشه. دوم این که این تجارت دریایی رایگان باشه، چون به هر حال کشورها مثل
مصر در کانال سوئز، پاناما در کانال پاناما پول کلانی بابت عبور و مرور کشتی ها از کانال ها میگیرن. یعنی اگر روزی چین به تایوان حمله بکنه و تایوان رو از آن خودش بکنه، اون وقت میتونه در تنگه تایوان از عبور و مرور کشتی ها پول بگیره. پس آقای شینزو آبه طرح هند پاسیفیک آزاد و رایگان را مطرح کرد، به این معنا که هم کشتیرانی آزاد باشه، هم رایگان باشه و همین که در واقع دو تا اقیانوس به هم وصل بشن و به جای آسیا پاسیفیک گفته شد ایندو پاسیفیک، یعنی هند هم بیاد در دایره مهار چین قرار بگیره. همه اینا رو گفتم تا بگم که چقدر این مسئله برای ژاپن اهمیت حیاتی داره و چرا در واقع حزب لیبرال دموکرات ژاپن در چنین مقطعی تصمیم گرفته که سیاست خودش رو در واقع اعلام بکنه. خب نکته بعدی که باز میتونیم حائز اهمیت میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که در سال 2023 ژاپن یکی از 3 وارد کننده بزرگ گاز طبیعی یا طبیعی مایع LNG بود که حجم عمده از واردات اون از طریق دریای جنوبی چین جابجا شد. دقت بکنید که اگر این دریای جنوبی چین اینجا خلیج تایلند هست، عمده نفتی که ژاپن وارد میکنه از همین مسیر میگذره و میاد تو ژاپن و کره جنوبی که میبینید به این مسیر نزدیکن. یعنی اگر چین اینجا رو کنترل بکنه، حمله بکنه به تایوان، اینا جزایر اوکیناوا هستن که در حدوداً 300 کیلومتری جزیره تایوان هستن. پایگاه آمریکا در اینجاست، اینجا هم فیلیپینه. آمریکا هم اینجا پایگاه نظامی داره و هم اینجا. بنابراین اگر در سناریوهای جنگی که پیش بینی کردن اگر چین به تایوان حمله بکنه، آمریکا و ژاپن از طریق اوکیناوا و آمریکا و فیلیپین از طریق جزایر در واقع فیلیپین سعی خواهند کرد که مانع اشغال تایوان توسط چین بشن، مانع الحاقش به چین بشه. ولی میخوام بگم که چقدر این مسیر دقت کنید که مهمه. یعنی اگر دریای جنوبی چین بسته بشه، اون وقت ژاپنی ها و حتی کره ها مجبورن که مسیرشون رو تغییر بدن. خب تغییر مسیر کشتی ها همراه با افزایش هزینه بیمه، خطرات و غیره هست. باز اشاره کردم که 90% از نفت خام وارداتی ژاپن و کره جنوبی در سال 2006 از طریق همین دریا بوده و الان هم تقریبا آمارها همینه. همچنان ژاپن به شدت وابسته به انرژی خاورمیانه است که از این مسیر عبور میکنه. باز نقشه دیگری داریم که جزایر سنکاکو رو نشون میده که برای اینکه ببینیم اهمیتش چیه، عرض کردم اینجا اوکیناواست، اینا جزایر سنکاکو. یعنی اگر چین از تنگه مالاکا تا تایوان بگیره که اینجا بشه در واقع دریای جنوبی چین و تحت مالکیت چین باشه، در اون صورت میبینیم که کنترل این دریای شرقی به مراتب راحت تر خواهد بود. خب اینم تنگه مالاکا رو نشون میده که یکی از 6 تنگه استراتژیک جهان هست برای تجارت دریایی و ورودی دریای چین جنوبی محسوب میشه. خب نقشه بعدی که میبینید در واقع تنگه تایوان از یک زاویه دیگه هست که اگر همونطوری که اشاره کردم چین تایوان را ملحق بکنه به خودش، خب این تنگه اهمیت بسیار استراتژیکی پیدا میکنه که چرا که جزو سرزمین چین محسوب میشه و کشورهای دیگه برای عبور از اون باید از چین اجازه بگیرن. باز نقشه دیگه‌ای داریم که یه مقدار اون اختلافات سرزمینی ها در دریای جنوبی چین شفافتر نشون میده. اینجا خلیج تایلند هست. این در واقع چین مدعی است که اینا نقشه آبهای سرزمینی چینه، همونطوری که میبینید شامل آبهای سرزمینی ویتنام و مالزی و فیلیپین هم میشه. یعنی اینجا چین هست و چین مدعی است که اینجا جزو محدوده سرزمینی چین است و عملا کشورهای دیگه وسعت چندانی براشون نمیبینه. حالا این چرا مهم هست؟ هم از نظر حقوق بین الملل که برای چین حق ایجاد میکنه و هم از نظر کشف منابع انرژی. گفته میشه که این دریای جنوبی چین منابع قابل توجهی نفت و مخصوصا گاز داره و با توجه به اینکه چین هم مثل ژاپن وارد کننده نفت هست، بنابراین اگر چین بتونه ادعای مالکیت خودش رو بر دریای جنوبی چین تثبیت بکنه، در اون صورت خب وابستگیش به انرژی وارداتی خیلی کم میشه و میتونه در واقع قدرتش رو در سطح نظامی
نظام بین الملل افزایش بده. اینها همونطوری که می‌بینید جزایر مورد اختلاف هست، بین چین و سایر کشورها هست و این منطقه در واقع منطقه اقتصادی ویژه کشورها هست که اینجا میبینید. پس یک دلیل دیگری که میتونیم اشاره بکنیم چرا دریای جنوبی چین برای ژاپن و همینطور برای چین مهمه، منابع نفتی و گازی این منطقه هست که در صورتی که این اختلافات بر سر محدوده‌های دریایی و سرزمینی معلوم بشه، در اون صورت کشورها میتونن این منابع رو استخراج بکنن. در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع انرژی در این منطقه در مناطق مورد اختلاف هست و به همین دلیل کشورها در واقع اونها رو برداشت نمی‌کنن. پس مجموع مواردی که گفتیم نشون میده که چرا این موضوع، یعنی تنش میان ژاپن و چین بر سر جزیره تایوان، موضوع بسیار مهمی است و هم میتونه سیاست جهانی و هم اقتصاد و تجارت بین الملل را تحت شعاع خودش قرار بده.